در سرزنش و قضاوت کردن دیگران محتاط باشیم، وقتی که نه از دیروز او خبر داریم و نه از فردای خودمون. زمان انسان‌ها رو عوض نمی‌کند، بلکه فقط حقیقت انسان‌ها رو روشن می‌سازد. هیچ چیز در این دنیا سخت‌تر از گفتن حقیقت و آسان‌تر از چاپلوسی نیست. هممون شنیدیم که احترام یه ویژگی اکتسابیه، یعنی باید به دستش بیاریم. چیزی که از گذشتگان خیلی دور همه دنبالش بود. چیکار کنیم بقیه بهمون احترام بذارن؟ چیکار کنیم که در هر شرایطی بقیه از ما حرف شنوی داشته باشن؟ سوالاتی که فلاسفه از گذشته تا به امروز به دنبال جوابش بودن و سعی می‌کردن راه حل درستی براش پیدا کنن. اما سوالی که مطرح میشه اینه که گاهی اتفاقا نباید کاری کنیم. یعنی چیکار نکنیم که احتراممون حفظ شه. تئودور داستایوفسکی که دیگه هممون میشناسیمش، نویسنده و روانشناس بزرگ که کل دنیا رو با رمان‌های بسیار عجیبش تکون داد، کسی که اگر نبود شاید روانشناسی امروزه به جایگاه واقعی خودش نمیرسید و توصیه‌هایی داره برای اینکه در چه شرایطی باید سکوت کنیم و بحثی نکنیم تا احتراممون حفظ بشه. رمان‌هایی مانند قمارباز، برادران کارامازوف، جنایات و مکافات و حتی داستان‌های کوتاهی مانند شب‌های روشن که عمق مفاهیم انسانی رو درون خودشون رو گنجوندن، منبع الهام ما برای این ویدیو. و امروز به کمک این نابغه قرن 19 به 7 موقعیتی اشاره می‌کنیم که اگر احترام برایتان مهم است، نباید وارد بحث و حرف زدن بشید. و سکوت بهترین جواب میباشد. به کانال پله خوش اومدید. شماره 1: در مقابل کسی که نمیخواد شرایطش را تغییر دهد سکوت کنید. گاهی وقتا ما به خاطر اینکه میخوایم به کسی کمک کنیم ارزش و احتراممون رو پایین میاریم. در چه زمانی اتفاق میفته؟ درست جایی که شما در حال تلاش برای کمک به کسی هستین که نمیخواد شرایط خودش رو عوض کنه. شما دلسوزی میکنین ولی معمولا اینجوریه که جواب متناسبی دریافت نمیکنین و در عوض اون همه محبت باد رفتار بدی میشه، جوری که حتی باورت نمیشه و حتی ممکنه بسیار ناراحت بشی. چرا؟ چون که جواب محبتت یه همچین چیزی بود. پاسخ ساده است: محبت تو در شرایط درست نبوده. کمک را به کسی باید انجام بدی که قبول کنه که به کمک نیاز داره. اگر کسی توی منجلابی از مشکلات گیر کرده باشه اما خودش علاقه نداشته باشه که ازش خارج بشه، دخالت کردن و دلسوزی تو فقط با یه پاسخ بد روبرو میشه و گاهی هم باعث میشه بسیار ناراحت بشه. داستایوفسکی میگه انسان موجودی است که به همه چیز عادت میکنه. پس اگر عادت کرده که آنگونه بماند، کمک شما و سکوت نکردنتون به احتمال خیلی زیاد احترامی برای شما نخواهد داشت و جوابای بسیار بدی رو خواهید شنید. داستایوفسکی میگه کسی که به دروغ دروغ میگه و به دروغ خودش گوش میکنه، کارش به جایی خواهد رسید که هیچ حقیقتی را از خودش و نه از دیگران تشخیص نمیده. شماره 2: اگر احترام میخوای، شخصیت نالگر و ضعیف نداشته باش. قانون بقا رو که هممون میدونیم. قوی‌ترها و هوشمندها و چیزهایی که با شرایط خودشون رو وقف میدن زنده میمونن و بقیه میمیرن. پس در ریشه اصلی ما این قانون بقا وجود داره که اگر خودمون رو ضعیف نشون بدیم، به احتمال خیلی زیاد از طرف مقابلمون به سمت پایین هل داده میشه و به صورت آگاهانه، نه به صورت ناخودآگاه. اگه به اطرافتونم نگاه کنید میبینین که آدما معمولاً از انسانای قوی‌تر حساب میبرن و به اونا اعتماد بیشتری دارن. وقتی که آدم همش از درد و رنجاش پیش مردم ناله کنه، ارزشش کم میشه. بعضیا فکر میکنن که با این کار میتونن توجه جلب بکنن. بله، توجه جلب میشه، ولی با این کار شما ترحم میخرید، نه احترام. بقیه افراد به چشم دیگه‌ای بهت نگاه میکنن و هیچ وقت روت حساب نمیکنن.
در حالی که از نظر خیلی از بزرگای روانشناسی و فیلسوفا درد و رنج خیلی وقتا باعث برتر شدن و قوی‌تر شدن انسان‌ها میشه. همون جور که فردریش نیچه میگه چیزی که ما را نکشد ما را قوی‌تر میکنه. داستایوفسکی قبل از نیچه میگه من تنها از یک چیز میترسم و آن هم این است که شایستگی رنجهایم را نداشته باشم. و از این جمله میتونیم بفهمیم که داستایوفسکی چقدر به رنجاش اهمیت میده. شماره 3: اگر به معشوقه و دوستت شک کردی در همان ابتدا سکوت کن. اگر به شخص مورد نظرتون شک کردین ترجیح بدید سکوت کنید، چون در همون وهله اول با نشون دادن شک و بی‌اعتمادیتون احترام و ارزش خودتون رو از نظر شخص مقابل کم میکنید و همچنین ممکنه که اون فرد شک شما رو سوال ببره و در نهایت اگر شک شما درست نبوده باشه دیگه از دستتون میره، چرا که شخص مقابلتون متوجه شده. پس اول بهتره که مطمئن بشید و دلیل قانع کننده ای داشته باشید. همونجور که داستایوفسکی میگه از جمع صدها خرگوش هرگز یک اسب به وجود نخواهد آمد و از گردآوری صدها نکته و سوءظن هیچگاه دلیل قاطعی به دست نمی آید. دلیل قاطع مدارک قاطعی می خواهد. شماره 4: خواهی بشوی رسوا همرنگ جماعت شو. بله درست شنیدی. همیشه به ما گفتن که اگر میخوای احترامتون رو نگه دارن و مشکلی براتون پیش نیاد باید همرنگ جماعت بشی و آسه بری و آسه بیا که گربه شاخت نزنه. ولی از نظر داستایوفسکی این کاملا برعکسه، چرا که میگه مانند دیگران نباش، حتی اگر تو تنها کسی هستی که مانند دیگران نیست. اون اعتقاد داشت که همه انسان‌ها در مسیر خودشون یه ویژگی خاص دارن و همین ویژگی خاصه که باعث میشه اصلا متفاوت بشن. همین تفاوت‌ها اصلا باعث ارزشمندی انسان میشن و خیلی‌ها به خاطر ترس از این که با جامعه رنگ متفاوتی داشته باشن خودشونو در میان جمع پنهان میکنن. همون رنگ خاکستری که همه جا میبینیم، ترس از متفاوت بودن رنگ درونمون رو تغییر میده و باعث میشه سلیقه ها، استعدادها و همه چیمون کم کم شبیه بقیه بشه و فکر بکنیم در این شرایط دیگه ارزش و احترام ما حفظ میشه. اما نمیدونیم که در اصل عوض کردن خود و خفه کردن صدای درونمون بزرگترین بی احترامی به خودمونه. داستایوفسکی میگه ما مرده به دنیا میاییم. مدت هاست که دیگر نسل‌هایمان از پدرها و مادرها به دنیا نمی آیند. دانستن این معنا حتی برای ما دلچسب است. لذت میبریم که چنین هستیم. ما ساخته‌ای و تصنعی شدیم و دائما بر این مصنوعی بودنمان اضافه می شود. مدت هاست که با آن خو کرده ایم و به گمانم به زودی بر آن خواهیم شد تا ترتیبی بدهیم که به صورت اندیشه‌ای محض متولد بشه. نظر شما در این موضوع چیه؟ آیا برای تو هم اتفاق افتاده که به خاطر اینکه همرنگ جماعت بشی یه استعداد و یه مهارت و یه قسمتی از زندگیتو نابود کرده باشی؟ اگه تجربه داری ممنون میشم که توی کامنت ها به هم بگی و مرسی که مثل همیشه ویدیو رو لایک میکنی. اینجا میخوام به چند تا جمله بزرگ از داستایوفسکی بپردازم که مطمئنم خوشتون میاد ازش. از کسانی که بعد از دیدن بدبختی دیگران بر پروردگار خویش شکر میکنند حالم به هم میخورد. زیاد در خاطرات دیگران کنجکاوی نکنید. در خاطرات هر شخص چیزهایی وجود دارد که حتی خودش میترسد آن را برای خودش آشکار کند. اگر در دنیا یک چیز باشد که بتواند عشق مرا در یک لحظه نیست و نابود کند، آن ناسپاسی است. آزادی از نان و از خورشید زیباتر است. میدانم اگر قضاوت نادرستی در مورد کسی کنم، دنیا تمام تلاشش را می کند
تا مرا در شرایط او قرار دهد تا به من ثابت شود در تاریکی همه ما شبیه همدیگه هستیم. شماره 5. اگر میخواید کار جدید و حرفی تازه و شروع جدیدی داشته باشید حتما سکوت کنید. به عقیده داستایوفسکی چیزای جدید مردمو میترسونه و به راحتی شما رو قضاوت میکنن و حتی شاید مسخره و توهین کنن به شما. اون میگه برداشتن گامی نو و بیان کردن سخنی نو، اینها چیزایی هست که مردم بیشتر از همه از آن وحشت دارن. پس باید مراقب باشی ایده هامون و حرفامون رو به چه کسانی میزنه، چرا که تو بیشتر مواقع این رفتارا و حرفا ممکنه هم باعث بشن ما رو ناامید بکنن و هم حتی احترام خودمون رو با این حرف از دست بدیم، چرا که تقریبا بیشتر مردم هیچی نمیخوان، دوست ندارن به عقیده های خودشون لحظه‌ای شک کنن. همون جور که رنه دکارت فیلسوف نابغه و بزرگ میگه اگر میخواهید جوینده واقعی حقیقت باشید باید دست کم یک بار در عمرت تا جایی که ممکن است به همه چیز شک کنی. ویدیویی که در انتها میخوام بهت پیشنهاد بدم ویدیویی که بهت کمک میکنه چطوری پر انرژی تر باشی. مرسی که تا آخر ویدیو با من همراه بودی. لایک و سابسکرایب رو فراموش نکن. خدا نگهدار.